سلام دوستان گرامی، زبان آموزان ارجمند. درسی دوم است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب New Grammar Time. New Grammar Time. خب اگر نفری از شما این کتاب را داشته باشد، پس ما در صحیفه ششم قرار داریم، در یونیتی یکم صحیفه ششم. Draw lines and match. Draw lines and match. یعنی خط بکش. لاین گفته خط رو میگن draw کشیدن. یعنی خط بکش سپس match یعنی پیوست کن، پیوند کن. مثلا در اینجا چی است؟ درباره ارتیکلی نامعینی گپ می رود. ارتیکل نامعینی A هست و N. A پیش از صداناب می آید، پیش از همصدا می آید و N پیش از صداناب می آید. مثلا در اینجا این علاکه یک تاش رو پیوست کرده است، یعنی خط کشیده است. یعنی cat می شود a cat. A cat یعنی گربه، پیشک. A cat. و iguana. Iguana یک نمود در یک فرهنگ دیده بودم، سوسمار. سوسمار. Iguana سوسمار. و این در اینجا می آید، یعنی an iguana. An iguana. An iguana سوسمار. Ostrich. Ostrich. Ostrich شترمرغ. An ostrich. اینش در اینجا می آید. An ostrich. Window. A window. A window. تیرزه. Frog. Frog. قورباغه. قورباغه. یعنی a frog. Zebra. Zebra. گورخر. یعنی a zebra. Apple. An apple. An apple. An apple. یعنی سیب. Kite. Kite. A kite. A kite یعنی بادبادک. یعنی ترجمه ادبیش بادبادک، اما یک نمود بازیچه هست که وقتی شمال است، یعنی به مثل یک کلیانکا میگیم، یک چیز چارکنجه، اون رو بند میکنن، در آسمان پرواز میکنن، اون رو کایت میگن، یعنی بادبادک. و elephant. An elephant. An elephant. An elephant. An elephant. فیل. An umbrella. An umbrella. An umbrella. An umbrella. چتر. خب در اینجا مشق دوم میگوید look and write A or N. بنگر و نویس ارتیکلی نامعینی A یا اینکه N را. مثلا اینجا کلمه ها آورده شده است، کدام کلمه کدام ارتیکل رو میگیره. مثال گفت friend A می شود، یعنی a friend، به خاطر که در اینجا چی هست؟ همصدا هست. a friend. egg. egg یعنی تخم، n میگیره، به خاطر که اینجا صداناک است. an egg. an egg. an egg تخم. a friend دوست. an octopus. an octopus. an octopus. an octopus یعنی هشت پا. an octopus. a pen. a pen قلم یا روچکا بگیم. a rubber. a rubber. a rubber خب rubber فکر میکنم که rubber چی است؟ خط کروکنک است. rubber. خب an alligator. an alligator. an alligator همون چی؟ تمساح. an elephant. an elephant. an elephant. فیل. a teacher. a teacher آموزگار. a bag. a bag کیف یا سمکه، جزدان. a cat.
a cat گربه. خب تا اینجا درباره ارتیکل ها گفتیم و در مشق سوم درباره شکل جمع سخن می رود. یعنی write میگه بنویس. A bag, 3 bags. Bags, 3 bags. A cake, 4 cakes. A boy, 6 boys. A frog, 10 frogs. An apple, 20 apples. A girl, 7 girls. A bee, 20 bees. A window, 9 windows. A ball, 5 balls. An eye, 2 eyes. خب درباره شکل جمع بود، یعنی ترجمهش a bag همون سمکه جزدان، a cake تورت، boy پسر بچه، a frog خرلوقه، an apple سیب، a girl دختر، a bee زنبور، a window تیرزه، a ball توپ، an eye چشم. خب صحیفه هشتم درباره شکل جمع اسم ها سخن می رود. A baby ما گفتیم ارتیکلی نامعینی فقط در کلمه های تنها می آیند. A baby. Two babies. البته شکل جمع این کلمه کمی تغییر یافته است. در آخر این ویدیو برای شما توضیح میدهیم، بیان میکنیم که چرا در اینجا IES آمده است. A box یک قوطی، 5 boxes 5 قوطی. A glass یک شیشه یا یک استکان، 2 glasses 2 شیشه یا 2 استکان. A tomato یک پومیدور، 3 tomatoes 3 پومیدور. خب singular plural plus es، این در اینجا کلمه ها در اینجا جمعش، یعنی کلمه هایی هستند که شکل جمعشون es میگیرن. همون کلمه ها کدام کلمه هستند؟ اگر کلمه ای که با حرف S، دوتا S، ش یا SH، CH، XO انتها یابند، خاتمه یابند، در آن صورت شکل جمع اون کلمه ها ES می شود. A bus یک اتوبوس، 2 buses 2 اتوبوس. A glass یک شیشه یا یک استکان، 3 glasses 3 استکان. A brush یک شوتکه یا قلمو، 4 brushes 4 قلمو یا 4 شوتکه. A watch یک ساعت، 5 watches 5 ساعت. watch یعنی ساعتی دستی رو میگن، ساعتی تنه دیواری، ساعتی دیواری clock می شود. clock. box قوطی، 6 boxes 6 قوطی. A tomato پومیدور، 7 tomatoes 7 پومیدور. اینها کلمه هایی بودن که با آوردن پسوندی es شکل جمع ساخته می شود. خب کلمه هایی هستند که با y خاتمه می یابند، یعنی a baby شکل جمعش a babies می شود. a babies. کدام کلمه ای که در اخیرش y داشته باشد، اگر پیش از y صدانک نباشد، مثلا b صدانک نیست، r صدانک نیست، یعنی همصدا هستند، اگر صدانک نباشد پس شکل جمع اون کلمه IES می شود، یعنی اون y پاک کرده می شود، یعنی این y که در اینجا است پاک کرده می شود و در جایش IES می آید. baby babies کودک یا نوزاد کودک ها. cherry یعنی آلو، 4 cherries
چورال cherries یعنی cherry cherries. خب اما اگر کلمه وای اگر حرفی وای در آخر کلمه آید و پیش از حرفی وای صدانک آید، همصدان نه صدانک آید، در اون حالت پاک کردن نمی شود و یک اسی عادی می گیرد. یعنی boy boys 7 toys toy toys. خب در اینجا نگاه کنید کدام کلمه ای که با حرفی sh ch sh x دوتا s s o پایان یابد در اون حالت es می شود جمعش. watch watches brush brushes box boxes class classes bus buses potato potatoes. کدام کلمه ای که در آخرش وای آید پیش از وای هم صدا باشد در اون حالت ies می شود جمعش. مثل baby babies strawberry strawberries cherry cherries dairy dairies fly flies dictionary dictionaries. در غیر این دو صورت، خب با دقت باشید، در غیر این دو صورت یعنی در es و ies در غیر اینها پس s میگیرد، یک s عادی. یعنی map maps book books wallet wallets day days key keys boy boys. این بود قاعده جمع کردنی اسمها در زبان انگلیسی. در همین جا درس امروزه را به پایان میرسانیم. تا درس های نوبتی، خدا حافظ.